شروع کنید جلسه رو. بله اگه صلاح هستش میخواد شما یه معرفی کوتاه بفرمایید و بعد دیگه من شروع میکنم با اجازهتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام و احترام خدمت همه دوستا علاقه‌مندان بخش کشاورزی، مخصوصا زعفرانکاران گرامی. بنده عبدالواسع کریمی و نمایندگی از شرکت خدمات زراعتی بوستان صوفی خوشحال و مفتخرم که امشب میزبان این نشست علمی هستم و در خدمت شما قرار دارم. این برنامه فرصت ارزشمندیه که در کنار هم از دانش و تجربه های علمی بزرگان عرصه زراعت بهره مند شویم. خوشبختانه امشب با حضور سه تا از اساتید برجسته و گرانقدر، دکتر سید رضا یعقوبی، دکتر نازیه شمشیری و پوهنیار رامین رحمانی، برنامه ما رنگ و بوی علمی ویژه‌ای داره. من مطمئنم که صحبت‌های ارزشمند این اساتید بزرگوار برای همه ما آموزنده و راهگشا خواهد بود. از همه شما عزیزان که با حضورتان به این نشست گرمی بخشیدین صمیمانه تشکر میکنم. مطمئنم که این برنامه برای همه ما مفید و پربار خواهد بود ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت کلیه همراهان عزیز و علاقمندان حوزه زعفران. باعث افتخار است که امشب در اولین نشست علمی تخصصی زعفران حضور دارم. امیدوارم بتونم با ارائه مباحثی پیرامون این گیاه ارزشمند گام مؤثری در ارتقاء دانش و توسعه این محصول جاودانه در خدمت شما داشته باشم و بردارم. از توجه و حضور گرم شما صمیمانه سپاسگزارم و آماده هستم تا سخنرانی خودم رو با عنوان اولین مبحثی که قرار هست خدمتتون توضیح بدم، آشنایی با فنولوژی گیاه زعفران و مراحل رشدی اون آغاز کنم. به طور کلی میخوام یک مقدار اول در ارتباط با مباحث گیاهشناسی زعفران خدمتتون صحبت کنم. حتما اطلاع دارید تمام علاقمندان و همراهانی که امشب در جلسه تشریف دارید. زعفران یک گیاه علفی و یک ساله‌ای که دارای پیاز غده‌ای کروی شکل هستش. اصطلاحاً از خانواده زنبقیان هستن که خواص دارویی متعددی داره. به عنوان گرانترین ادویه جهان محسوب میشه و از دلایل قیمت بالای زعفران میتونیم به روش برداشت سخت اون و همچنین به اجزای شیمیایی بسیار مهم تشکیل دهنده اون اشاره کنیم که در اسلایدهای بعدی که بریم جلو خدمتتون بیشتر بهشون میپردازم. نام علمی این گیاه ارزشمند کروکوس ساتیووس هست که احتمال داره به گوشتون خورده باشه و ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران در جهان محسوب میشه. در تصویر مقابل اندامهای گیاه زعفران رو ملاحظه می‌فرمایید. اجازه بدید تا این رو روشن کنم. زعفران دارای اون چیزی که شما از زعفران می‌بینید 6 عدد گلبرگ بنفش رنگه که در واقع از این 6 تا گلبرگی که شما ملاحظه می‌کنید 3 گلبرگ و 3 کاستبرگ تغییر شکلی یافته و بنفش رنگ داره زعفران، 3 پرچم و مادگی با یک تخمدان واقع در مرکز گل تشکیل شده. از قسمت تخمدان یک خامه باریک و بلندی خارج میشه که در انتها به 3 کلاله قرمز رنگ ختم میشه. این 3 کلاله بعد از خشک شدن زعفران تجاری رو تشکیل میده که دارای بوی معطر و طعم تلخی هستش. خیلی نمیخوام وارد مباحث تخصصی بشم ولی خالی از لطف نیست که یه سری اطلاعات بیشتری هم بهتون بدم که در واقع زعفران حاوی چند جزء شیمیایی بسیار مهمه شامل پیکروکروسین، کروسین و سافرانال که مسئول طعم، عطر و رنگ زعفران هستند. وقتی که از کیفیت زعفران صحبت می‌کنیم در واقع داریم در مورد این 3 جزء شیمیایی مهم حرف می‌زنیم، چرا که در حقیقت عمده ارزیابی‌ها و استانداردسازی‌های زعفران بر مبنای این 3 فاکتور انجام میشه. حالا از بین حضار محترمی که امشب در جلسه هستند ممکنه یه سری افراد در زمینه صادرات زعفران فعالیت داشته باشن و اونها قطعا بهتر میدونن که این 3 تا ترکیب شیمیایی چقدر حائز اهمیت هستش. زعفران به طور گسترده در ایران کشت میشه، محصول اصلی صادراتی ایران محسوب میشه، به طوری که مطابق با برخی از گزارشات استان خراسان ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان که تقریبا 90% از زعفران تولیدی جهان رو در واقع خراسان تولید میکنه. اسپانیا، کشورهای دیگه مثل هند، یونان و مراکش بر اساس منابعی که گزارش شده در عنوان تولید کننده های بعدی قرار میگیرن. حالا جالب اینه که علاوه بر اون زعفرانی که شما میشناسید که گونه زراعی زعفرانه، به طور کلی ما 9 گونه
از زعفران یا کروکوس رو داریم که بقیه گونه‌هاش گونه‌های غیر زراعی، یعنی اغلباً هم گونه‌های زینتی هستن که در ایران پراکنششون این گونه‌های غیر زراعی در شمال و غرب کشور هستش، در حالی که گونه زراعی اکثرا در شرق کشور پراکنش داره. خب و اما در ارتباط با مراحل زندگی زعفران رو اگر بخوایم بیشتر با هم بشناسیم، خدمتون عرض کنم که زعفران به طور کلی یک دوره بیداری داره و یک دوره خواب داره. دوره بیداریش شامل مرحله شدت رشد و مرحله توقف رشده و دوره خوابش هم شامل مرحله خواب حقیقی و مرحله خواب ظاهریه. در مرحله رشد، اولین مرحله که شدت رشد هست، یه دوره حدوداً 5 ماهه از اول مهر ماه تا پایان بهمن ماه این مرحله رو ما داریم. در این مرحله گلها و برگها رشد میکنن و پیدایش میشن. پیاز مادری پس از پایان گله‌ای کم کم کوچیک میشه و جسم خودش رو به پیازهای دختری میده. در آخر بهمن ماه دیگه نه از پیاز مادری خبری هست و نه از ریشه‌های اون که غذا جذب کنه. حالا نکته‌ای که برای شما افرادی که در زمینه کشاورزی زعفران فعالیت دارید چی هستش در اینجا حائز اهمیت باشه، این هستش که این رو بدونید و دقت داشته باشید که بعد از بهمن ماه هر کودی که به زمین بدید بیفایده است، چون دیگه ریشه‌ای وجود نداره که اون رو جذب کنه. بنابراین باید شما به صورت محلول پاشی این کار رو انجام بدید که در واقع اون مواد مغذی که میخواهید استفاده کنید از راه برگ‌ها جذب گیاه بشه و پیازاتون به این طریق درشت بشه. در مرحله دوم که مرحله توقف رشد هست، حدود 2.5 ماه طول میکشه، از اول اسفند ماه تا زمانی که برگ‌ها اصطلاحاً بور میشه و خشک میشه. رشد برگ‌ها متوقف شده، دیگه ریشه‌ای وجود نداره و در حقیقت زندگی گیاه متوقف میشه. اما نکته حائز اهمیت در این مرحله این هستش که رطوبت خاک باید برای حفظ درشتی پیازهای دختری بهش توجه بشه و خیلی مهمه. همچنین اینکه برگشت دادن مواد غذایی برگ‌ها برای درشت‌تر کردن پیازها باید به این نکات دقت داشته باشید در این مرحله. در مرحله خواب حقیقی از حدود نیمه اردیبهشت ماه شروع میشه تا نیمه تیر ماه به مدت 60 روز طول میکشه خواب حقیقی. در این مرحله در داخل جوانه تغییرات مهمی صورت نمیگیره، یعنی اگر در این مرحله پیازها رو جابجا کنید اصلا متوجه نمیشه و صدمه‌ای به روند تشکیل گل وارد نمیشه. نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که بدونید و دقت داشته باشید که این دوره بهترین زمان برای کندن و جابجایی پیازهاتونه. افرادی که قصد دارن مزرعه جدید کشت کنن، احداث مزارع داشته باشن، پیازهاشون رو بکنن جابجا کنن و موارد مربوط به این قضیه از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه تیر ماه و بهترین ماه خرداد ماه رو به این کار اختصاص بدید. چرا؟ حالا در این اسلاید بیشتر بهتون توضیح میدم. در مرحله خواب ظاهری که از نیمه اول تیر ماه تا حداکثر نیمه شهریور ماه هست، نخست نطفه اندامهای برگ و ساقه در داخل جوانه پدیدار میشه. بعد در طول دهه دوم و سوم مرداد نطفه اندامهای گل ظاهر میشه. در واقع اون لوله گله‌ای و اندامهای مربوط تشکیل میشه. حفظ دمای 27 درجه حائز اهمیت در این مرحله، اگرچه که پیازها رو ما در خواب فرض میکنیم چون رسما یه فعالیت ظاهری درش نمیبینیم، تغییرات ظاهری، ولی در عمل بیدار و فعاله و در دل جوانه اون قوقایی از تشکیل حیات برپاست. این مرحله بدترین زمان کندن پیاز و جابجایی و احداث مزارع جدیده. پس لطفاً دقت داشته باشید که از متاسفانه خیلی از کشاورزا به خصوص اکثر زعفرانکاران سنتی به این قضیه گرفتار هستن و باید این رو حتما اصلاح کنن، چون با این کارشون به تشکیل گل در داخل جوانه صدمه میزنن و رسما گل‌آوری خیلی از پیازها رو در همون سال اول با این کار از بین میبرن. دقت داشته باشید که از نیمه اول تیر ماه تا شهریور ماه اقدام به احداث مزارع جدید نکنید، از کندن پیازها و جابجا کردن اونها خودداری کنید. اجازه بدید تا در مورد نیازهای اقلیمی زعفران یکم با هم صحبت داشته باشیم. زعفران در محل‌های با زمستان‌های سرد و خنک و تابستان‌های گرم کشت میشه. حداقل دمایی رو که میتونه تحمل کنه دمای منفی 18 درجه سانتیگراده.
رابطه مستقیمی با شدت گرما داره. چطور؟ در بهار با افزایش دما برگ‌ها بیشتر و سریعتر شروع به خشک شدن میکنن. زعفران حداقل 5 نوبت آبیاری نیست. عوامل مؤثر بر گسترش کشت گیاه زعفران. عوامل مؤثری که داریم دو دسته هستن. بعضی از اونها قابل کنترل هستن برای ما و بعضی‌ها غیر قابل کنترلن. عواملی که غیر قابل کنترلن رو خدمتتون توضیح بدم. ما در سال زراعی 86-87 با کاهش چشمگیر تولید محصول زعفران مواجه شدیم که علت اصلی عوامل مؤثر خارج از کنترل در تولید محصول زراعی بودن. کدوم عامل؟ بله، تعداد روز یخبندان و برفی در سال. بنابراین اولین عاملی که مؤثر بر میزان تولید زعفران به عنوان تعداد روز یخبندان در سال زراعی میتوان محسوب کرد. دومین عامل چی هستش؟ همپوشانی گلهی زعفران شما با اولین یخبندان پاییزی. عامل سوم رو میتونیم با خشکسالی ها ارتباط بدیم. عوامل مؤثر قابل کنترل بر تولید زعفران چیا هستن؟ تعیین شاخص‌های مؤثر در مدیریت کاشت. همون چیزایی رو که خدمتتون عرض کردم تا اینجا: تهیه زمین، انتخاب بذر مناسب، زمان مناسب کشت، عمق کاشت مناسب و عوامل مربوط به مدیریت داشت، زمان اولین آبیاری، زمان برداشت گل، زمان کوددهی، زمان تغذیه برگی، تعداد آبیاری، جلوگیری از متراکم شدن خاک و عملیات تابستان. و شاخص‌های مؤثر در برداشت که شامل حالا افرادی که بیشتر در زمینه صادرات به خصوص کار میکنن، این رو بیشتر در جریانش قرار دارن. تضمین کننده صادرات پایدار محصول زعفران، تولید ارگانیک، یعنی بدون سم و کود شیمیایی استفاده بکنید و کشتتون رو انجام بدید. جلوگیری از ایجاد بار میکروبی روی کلاله. دقیقاً این نکته برای افرادی که صادر کننده هستن خیلی مهمه، به خاطر اینکه قبل از اینکه محصول بخواد بره باید بررسی کنن، تستای میکروبی رو بذارن از روی کلاله هاشون که اگر کوچکترین بار میکروبی داشته باشن، یعنی از یه حدی، از یه سطح قابل قبولی این بیشتر باشه، دیگه محصولشون ریجکت میشه. رعایت استانداردها در تمامی مراحل تولید و یک شاخصهایی که مؤثر در افزایش قیمت محصول تولید شده است. این قابل توجه کلیه افرادی که در زمینه تولید زعفران کار میکنن، چه افرادی که به صورت داخلی کار میکنن یا افرادی که به فکر صادرات هستن. برابری سایر اجزای گل مثل گلبرگ‌ها و پرچمه. الان مثلا در ایران اخیراً در سالهای اخیر اومدن و از گلبرگ‌های زعفران حتی در صنعت تولید کاغذ هم استفاده میکنن. گلبرگ‌های زعفران رو خب خیلی از کشاورزا بعد از اینکه کلاله جدا میشه، گلبرگ‌ها و پرچم‌ها اینا دور ریخته میشه، در حالی که این گلبرگ‌ها خودش معدن مواد آنتی اکسیدان هستش، خیلی حائز اهمیت. پرچم‌ها و همچنین از مواد شیمیایی بسیار مهم و قابل اهمیتی برخوردار هستند. دقت داشته باشید که پیازها رو در زمین آماده شده در نیمه اول خرداد ماه بکارید. لطفاً تایم کندن پیاز، کشت مزارعتون رو، اینا رو به خرداد ماه موکول کنید که مرحله خواب حقیقی پیازهای شماست. نحوه کشت طوری باشه که در هر متر مربع زمین تعداد 80 تا پیاز کشت بشه. برای این کار کشت در داخل کرد به صورت ردیفی به فاصله 25 سانتی متری و روی هر متر زمین 20 عدد پیاز پشت سر هم باید مانند بهش روش تصفیه گفته میشه. با فاصله 5 سانتی متری تقریبا کشت میشه. عمق کاشت در مناطق گرمسیر و با هدف درشتسازی پیاز 15 سانتی متر و در مناطق سردسیر رو کشت چند ساله که به منظور هدف تولید و گلگیری هستش 20 سانتی متر در نظر گرفته میشه. در صورت امکان و در صورتی که مقدور بود واسهتون حتما توصیه میکنم که استفاده از کاهگلش گندم رو در منطقه این رو نادیده نگیرید. حدود 2 تن در هر هکتار سطح مزرعه زعفرانتون رو به عنوان مالچ استفاده کنید. در طول تابستان در ماهای مرداد شهریور ماه اینا پخش بشه که دمای 27 درجه سانتیگراد در این ماه که در واقع شما خواب حقیقی کرم‌ها رو دارید، پیازها رو دارید، حفظ بشه. خب در این تصویر خدمتتون میخوام توضیح بدم که زعفرانی رو که
جمع آوری میشه به چه شیوه‌هایی؟ اگر که زعفران شما بین این ناحیه، حالا به افرادی که میگید براتون اینا رو جدا سازی کنم بعد از برداشت، به اصطلاح بهش گفته میشه سرگل. اگر از این قسمت تا این قسمت بهشون بگید که جدا کنم براتون، میشه نگین. اگر این قسمت رو انتخاب بکنید اصطلاحاً پوشال گفته میشه. این قسمت خامه یا اصطلاحاً کنچ هستش که اگر کل کلاله و خامه رو با هم در نظر بگیرید و براتون انجام بدن این رو جدا سازیش رو، بهش میگن دسته. الان تصاویر رو که ملاحظه میکنید اصطلاحاً به این زعفران سرگل این به صورت دسته جدا شده که زعفران دخترپیچ بهش میگن و این هم که زعفران به صورت درهم انجام شده. حالا ما چه منظورم از بذر همون پیاز زعفران، چه بذری رو کشت کنیم. بذر انتخابی بایستی که سالم و عاری از آفات و بیماری ها باشه. نباید زدگی، آسیب دیدگی، گاهن معلوم میشه که جای قارچ و بیماری و لکه های اینجوری داره. اینها رو نباید شما یعنی اگر در زمانی که دارید زعفران و پیازهاش رو سورت میکنید اینها باید حذف بشن. اصلا نباید وارد مزرعتون بکنید از همون ابتدا که بعدن دنبال روش‌های مبارزه با آفات بیماریاتون نگردید. اندازه بذر وزن پیاز باید که بیشتر از 8 گرم باشه. همونطور که در این جدولی که براتون تهیه کردم وزن پیاز رو بر اساس گرم 2 4 5 6 8 10 12 14 گرمی آوردم. تعداد گلی که در واحد متر مربع میده حالا به صورت رندومی آوردم خدمتتون اینجا که مثلا برای وزن 14 گرم حدود 75 عدد گل رو در متر مربع بهتون میده. در حالی که مثلا شما اگر از پیازی با وزن 4 گرم استفاده کنید 3 عدد گل میده. پس شما دقت کنید که وزن پیازی که دارید استفاده میکنید وقتی میگم مثلا بیشتر از 8 گرم باشه بین 8 و 15 استفاده کنید، ببینید که چقدر در تمام عمل کرده، چه تعداد گلی که در متر مربع میده، چه میزان محصولی که بر اساس کیلوگرم در هکتار به شما میده، زعفران خشکی که بعداً میده، حتی اون پیازچه‌هایی که بعداً تولید میکنه، پیازهای دختری، روی همه اینها تاثیر میذاره. در این تصویر براتون پیازهای ریز، متوسط، درشت و خیلی درشت رو آوردم. پیازهای درشت عمدتاً به پیازهایی میگن که وزنشون بین 8 تا 10 گرم و 10 گرم به بالا باشه. یعنی شما پیازی رو که برای کشت توی مزارعتون انتخاب میکنید باید یه همچین صفاتی رو از لحاظ وزن و اندازه داشته باشن. البته دقت کنید که در زمان کاشت نباید جوانه داشته باشید. بنابراین انتخاب پیاز مناسب خیلی حائز اهمیته. پیاز زعفران در واقع یه ساقه زیرزمینی توپوریه، در اصطلاح انگلیسی بهش میگن کورن، که دارای جوانه رأسی و جوانه‌های جانبی که در اطرافش قرار میگیره. به طور کلی گونه‌های سرمادوستش در مناطق تربت ایدری، کاشمر، اسپانیا و مراکش و گونه‌های گرمادوستش در مناطق مثل بیرجن، قائم، سرایان و یونان کشت میشن که البته بنا به دلیل تغییرات اقلیمی که اتفاق افتاده در سالهای اخیر یه مقدار مثلا در ایران در کاشمر کشت زعفران خیلی محدودتر شده نسبت به سالهای گذشته. برای آماده سازی پیاز زعفران جهت کشت حالا یه سری انبارها مناطقی رو اینجوری آماده میکنن و به این کار اصطلاحاً میگن سورت کردن پیاز یا نقره کردن پیاز. اون پوشالهای اضافی اگه خاطرتون باشه گفتم که یه سری حجم متناسبی از پوشال رو باید که زعفران داشته باشه. خب پوشالهای خیلی زیادی اطرافش قرار داره، باید به این اندازه سورت بشه و اون پوشالهای اضافی جدا بشه، اما نباید کامل پیاز سفید بشه جهت کاشت. چرا؟ چون اگر پیاز رو کاملا پوستش رو بکنید این زمینه برای خیلی صدمه دیدن و ورود آفات بیماری‌ها براش باز میشه و راحت میشه. از طرف دیگه اگر اون پوشالهای اضافی رو بذارید همینجوری بمونه و بکارید، ممکنه که توی اونها عوامل ممکنه که به احتمال خیلی زیاد عوامل بیماریزا و قارچ‌ها و باکتری‌ها و آفات داخل اونها وجود داشته باشن. با اولین آبیاری اونها رشد میکنن و فوراً تکثیر میشن و برای گیاه خسارت ایجاد میکنن. تصویر مربوط به پیازهای سورت شده یا نقره شده رو ملاحظه میکنید. اونگاه هم ممکن است کیت‌های اندازه‌گیری پیاز زعفران به این شکل استفاده کنم که خب خیلی رایج نیست. تصویر مربوط به یه پیاز سالم و درشت رو میبینید که عمدتاً باید وزن بین 10 به بالا من توصیه میکنم حتما استفاده بکنید برای کاشت.
و اما این نکته خیلی مهم این که استقرار نامناسب پیاز هنگام کاشت این خیلی برای شما برای گیاه در واقع خیلی مشکل ساز میشه. باید دقت داشته باشید از اون قسمتی که جوانه اصلی قراره در بیاد، یعنی گیاه رو سر و ته نکارید، در هنگام کش همه قشنگ سرشون به بالا باشه و داخل خاک مرتب قرار داده بشه، چرا که اگر اینها رو برعکس بکنید، الان در تصویر دارید ملاحظه میکنید ریشه ها و جوانه ها اصلا به صورت برعکس و نامتوازنی اینها رشد میکنن. و اما از لحاظ تراکم کاشت خب کشت به صورت دانه تصفیه خیلی توصیه میشه، چرا که بعدا توی هم عملیات داشت و برداشتتون اینطوری خیلی هم به صرفه تر هستش و هم بهتر از همه لحاظ. بیاید در مورد عمق کاشت یه مقدار بیشتر صحبت کنیم. اگر هدفتون تولید محصول بیشتر هست، عمق 20 سانتی متر بهتون توصیه میشه، چرا که عمق بیشتر از 20 سانتی متر و کمتر از 15 سانتی متر باعث میشه که گیاه به جای اینکه انرژی خودش رو صرف تولید گلهی و افزایش گلهی بکنه و عمل کرد، صرف فعالیت های گیاه میشه، تمام انرژیش و رسما هدر رفت انرژی داره. بنابراین دقت داشته باشید به عمق کاشتتون که حدودا همون 20 سانتی متر در نظر بگیرید. و ما در مورد طرح آرمانی یا مدرنیته کشت زعفران یه مقدار خدمتتون توضیح بدم که راههای افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی. دقت داشته باشید که سطح کشتتون رو توسعه ندید، یعنی به فکر اینکه اراضیتون رو زیاد کنید نباشید، بلکه عملکردتون رو در واحد ساعت بالا ببرید. مصرف کودهای شیمیاییتون رو محدود کنید، حتی المقدور از کود حیوانی پوسیده استفاده بکنید. زمان کشت رو از مرداد و شهریور به خرداد که تایم طلایی کشت هست انتقال بدید. از کشت پیازهای ریز دوری جسته و پیازهای بالای 8 گرم بین 8 تا 15 بهتون توصیه می‌کنم که استفاده بکنید. کشت چاله‌ای ممنوع و کشت تسبیحی را انتخاب بکنید. بهترین زمان مصرف کودها فقط یک بار و قبل از زاچاپ توصیه میشه بیشتر بهتون. در پایان بهمن ماه از محلول پاشی کودهای کامل غافل نشید، حتما محلول پاشی رو داشته باشید. در اراضی خودمالکی از آبیاری کرتی و صدا رو دارید الان؟ بله صدا هست، صدای نیست. اسلاید ها نیست. بله الان خدمتتون شیر میکنم. ببخشید آقای مهندس، از چه اسلایدی دیگه صدای بنده رو نداشتید میشه بفرمایید که من مجددا خدمتتون توضیح بدم. تا کجا رو داشتید؟ این مورد رو ارائه کردیم بودش. این دیگه تموم شد پس. بله ارائه من دیگه تا اینجا بود برای امشب. این اسلاید ها رو داشتید آقای مهندس؟ بله این ارائه شد. بله خب خیلی خوشحال شدم و در خدمتتون هستم. جلسه رو با آقای دکتر یعقوبی واگذار میکنم و انشالله در پایان هر کی از دوستان سوالی دارن خدمتتون توضیح میدم. باشه خیلی ممنون. من توقف بزنم که آقای دکتر یعقوبی اسلایدشون رو شیر کنم. متشکرم.